دوستانی نویه خوالنگ نسبت به مردی که در قتل کلینش گمانبر می شود پرونده جنایی باز کرد. سفر نوسیرف ساکن 55 ساله دهه صدبرگوی نویه خوالنگ به آن متهم است که روز 18 می امسال شهنوز عبدالرزاق و روز 28 ساله خانواده را برای بوغی کردن به هلاکت رساند. این زن 2 سال پیش به این خانواده کلین شده بود و فرزند شیرخوارش 2 ماه است. سنجش طبی و دادگاهی نشان داده است که زن در پی بوغی کردن کشته شده است. این مرد در پرسش‌های ابتدایی گفته است کلینش را برای گپگردانی و سرکشی از فرمانهایش به قتل رساند. مسئولان شعبه کارهای داخلی نویه خوالنگ روز 23 می به رادیو زاده گفتند سفر نوسیرف کشتار کلینش را اعتراف کرده است. او به تفتیشات گفته است روز 18 می کلینش تپک‌های چیده در اغلخانه را چپه کرده و خواهش او برای دوباره درست کردن تپک را رد نمود. این حادثه گویا باعث به خشم پدر عروسش شد. مرد گفته است از بس که عروس خانه‌دان پیوسته چنین کارها را تکرار می‌کرد این بار طاقت نکرده او را کشت. پیوندان شهنوزه میگویند در گذشته هم دخترشان از مناسبت ناخوب خسور شکایت داشت ولی حرفای او را کسی جدی نمیگرفت. سهراب عبدالرزاق برادر بزرگ شهنوزه روز 23 می به رادیو زاده گفت خواهرش پس از تولد کودک در خانه‌شان بود. قبل از بازگشت به خانه شوهر به او و مادرش گفته است که خسورش بارها به جانش تهدید کرده است و احتمال او را بکشد. سهراب عبدالرزاق میگوید خسور خواهرش به تمام کار و رفتار و حتی لباسپوشی کلینش خردگیری میکرد. بستن روی مال خرد و ریختن او به لباسهای شسته باعث به اعتراض خسور بوده است. در حالی که خود نوسیرف کشتار اعتراف کرده است نزدیکانش ادعا دارند که این مرد بیماری روحی دارد و کشتار را هنگام بیرون بودن از عقل صادر کرده است. ولی مقامات پلیس خوالنگ این ادعا را رد میکنند و میگویند تشخیص نشان داد که این مرد هیچ مشکلی روانی ندارد. امید نوسیرف 30 ساله پسر این مرد و همسر شهنوزه روز 23 می در صحبت با رادیو زاده گفت واقعا پدرش با همسرش مشکل داشت. امید گفت زمان صادر شدن کشتار او در شهر بختر قرار داشت و نتوانست از فوجیه جلوگیری کند. به قول امید نوسیرف خصومت پدر با همسرش بعد آن شروع شد که روز بعد جمعه‌شویی مغزوبه را زیر یک درخت ریخت. بعد این حادثه خسور کلینش را بد دید. با گفته امید او و مادرش همیشه از همسرش پشتیبانی میکردند ولی احساس میشد که پدر شهنوزه را قبول ندارد. این را امید به بیماری به گفته او روحی پدر ربط میدهد. سفر نوسیرف با کشاورزی مشغول بوده. سالهای 90 با گمان قلابی 3 سال در زندان بوده است. حالا سفر نوسیرف بر اساس ماده 104 یعنی آدمکشی عیب دار میشود. در صورت تصدیق عیب او را از 8 تا 15 سال زندان انتظار است.